دوست دارید هم از این کلیپا بسازی، پس قبل که بریم سراغ ویدیو دوباره بزنید صفحه ویدیو لایک کن بزن. بریم 2 تا ویدیو نیازه، یکی دستمون از بالا بکشیم پایین، دوباره یکی دیگه دستمون از بالا بکشیم لباسش عوض کنیم. برنامه کپکات میشی رو نیو پروژکت میزنیم و 2 تا ویدیویی که دستتو کشیدی پایین رو میاری. و حالا دقیقاً یکم این 2 تا انگشتشو میگیری میکشی. حالا نگاه کن دقیقاً موقعی که روبرو صورتت روی کلین کنیم یه اسپلین میزنی، بقیه‌شو دیلیت میزنی. حالا از اینجا که داره شروع میشه دوباره یه اسپلیت بقیه عقبشو کار میکنی. حالا وسطشو میری یک اسلایدی بهش میدی که بعد حتما فیلتر شکنت روشن باشه و مثلا من این حالت رو بهش میدم. و حالا اگه فیلترم دوست داشتی فیلترم روش انجام میدی و به همین راحتی تونستی انجام بدی.